میرسعید معروف او را در این وضعیت صاحب توپ بکنه. آیا فکر میکنید این فی‌البداهه بود؟ لحظه ای بود؟ باور کنید که نه، قطعا در طول تمرینات روش کار شده. نحوه امتیازگیری رو میبینید، در امتیاز 13 هندی ها موندن و ما به امتیاز 20 رسیدیم. اختلاف پوان 7 در ست چهارم، یعنی این که فشار روانی به تیم مقابل برای ست پنجم، چون ست سرنوشته این بازی هست. در این مسابقه دو تیم به زمین بر میگردن. افشار باید ضربه اول رو به توپ بزنه. 20-13 به صورت جهشی موجی. دریافت در زمین هند، یک پاس کوتاه، دفاع عقب زمین به خوبی توپ رو میگیره. آرش کشاورزی ازش حمایتی نمیشه، ضربه آرومی رو میزنه. توپ پس از برخورد دفاع ببینید به این صورت برگشت داده میشه. علیزاده یه قدم اگه جلو بود که نبود این توپ رو میگه. گورجانت حالا سرویسشو میزنه، دریافت به خوبی در اختیار پاسور قرار میگیره. محمد کاظم. خطای تور از تیم هند امتیاز تیم ما رو با 21 میرسونه. مگه میشه با این بازی خوب و با دقت و این تماشاگران خوب آذری تیم ایران رو اینجا برد؟ در این ست کار سخته. سرویس به خارج زمین میره. محمد نژاد زننده ضربه به توپ بود. 15-21 تعویض در زمین هند. ناوچت وارد زمین میشه تا در دفاع رتور کمک بکنه دیگر مدافعین تیم هند رو. حالا ضربه به توپ زده میشه. دریافت در زمین ما، باز هم از همون منطقه. چه مهاجمی! آرش کشاورزی که از توپ‌های با ارتفاع کوتاه، در واقع میتونیم بگیم پاس‌های متوسط، بهره میبره و او رو به خوبی میرسعید معروف در این وضعیت تغذیه میکنه. 22-15 میرسعید معروف توپش به تو برخورد میکنه. 16-22 اختلاف پوان 6. موزس حالا ضربش به توپ میزنه. یک حرکت دوبله وسط بریده 1 متر. ما تو والیبالی ها در واقع میتونیم بگیم این مصطلحه. یه بازیکن ببینید، نگاه کنید، نادی رو با فاصله از بازیکن از پاسور جهش میکنه که پاس بریده بگیره، دفاع باش میمونه، پاس 1 متر میده. در این منطقه کسی نیست جز مهاجم ما محمد کاظم. یک ضربه از منطقه 4 توپ به دفاع برخورد میکنه، به خارج زمین میره. 17-23 اختلاف پوان 6 همچنان پابرجاست. جورج ویبن حالا سرویسشو میزنه، سرویس خوبی هم میزنه. برگشت توپ به زمین هند. ببینید جاگیری ما رو، بلافاصله توپ رو به کار میگیریم. علیزاده چه توپی میگیره و این توپ که به خارج زمین میره. فشار بازی عاملی است تا این امتیاز برای تیم ما به دست بیاد. توپ میتونیم بگیم بادآورده ای که یک پاس خوب رو برای مهاجم تیم هند مهیا میکنه، او توپ رو به خارج زمین میرسه. 24-17 نادی پاس بلند. امتیاز 25 برای ایران در ست چهارم. دو تیم رو برابر 2 میکنه در ست شماری. به پخش شبکه 3 میریم تا شروع ست پنجم که در خدمت شما باشیم. یه خسته نباشید خدمت شما عزیزان بیننده و همینطور همکارانمون که
با گذاشت زیباشون شاهد بودیم که تیم ما موفق شد یک بار دیگه حالا با هند 2-2 کنه. دور مقدماتی ما یک بار هند رو 3-2 بردیم به سختی، اما الان با این وضعیتی که پیش اومده امیدواریم تیم ما موفق بشه تیم هند رو شکست بده و دیدار پایانی رو باید در مقابل چینی بازی کنه که یک بار چین رو ما بازم در همین مسابقات 3-2 شکست دادیم و باید ببینیم که حالا وضعیت در ست پنجم با توجه که امتیازم 15 هست چه خواهد بود. البته این عرض کنم که فردا ساعت 6 بعد از ظهر دیدار پایانی برگزار میشه که امیدواریم تیم ملی کشورمون که مدافع قهرمانی هست و دور اولی مسابقات هم تونسته بود قهرمانی رو به دست بیاره یک بار دیگه این قهرمانی نصیب تیم کشورمون باشه، با توجه که خب در مسابقات جهانی هم باید شرکت کنه. جالب بدونید که در این دوره از مسابقات تیم هند موفق شد تیم کره جنوبی رو از پیش رو برداره. بازی که دیشب انجام شد و خیلی از کارشناسا گفته بودن شاید کره تیم هند رو شکست بده، اما هندی که اصلا در این مسابقات نبود با انصراف اندونزی در واقع تیم هند جایگزین تیم اندونزی شد که حالا می‌بینیم تا این مرحله هم پیش اومد. یه شگفتی دیگه هم که اتفاق افتاد و تیم چین تایپه بود که به عنوان تیم چهارم گروه تیم اول گروه استرالیا رو از پیش رو برداشت و جالب بدونید در گروه دوم کره، استرالیا، قزاقستان، ژاپن هیچ کدوم از این تیم‌ها در جمع 4 تیم قرار نگرفتن و باز همون 4 تیم گروه اول یعنی ایران و هند و چین تایپه در جمع 4 تیم قرار گرفتن. آرزو می‌کنیم که تیم ملی کشورمون با این بازی خوبی که در این ست انجام داد بتونه به فینال مسابقات راه پیدا کنه که دور از دسترس هم نیست، با توجه به اینکه حالا ما در بازی‌های 5 گیمه همیشه برنده ست پنجم بودیم. امیدواریم که اتفاق بیفته. برمیگردیم به سالن قدیر و در خدمت دوستان خوبمون یک بار دیگه هستیم. امتیازات 15 امتیازات در گیم پنجم. کره اطلاعات کافی و وافی رو دادید. جای شما هم در ارومیه در سالن قدیر این شهر خالی است تا ببینید تماشاگران خونگرم آذری چگونه تیم ما رو در ست به خصوص چهارم با حمایت‌های بی‌دریغ خودشون فعال کردن و بسیار مهم هست که بازیکن‌ها تحت فشار تماشاگران هم بتونن توانایی خودشون رو نشون بدن. جالبه بدونید برای المپیک 1972 مونیخ ماتسودایرا که مربی تیم ژاپن بود بلندگوهای بلندی رو داخل سالن تعبیه کرده بود بدون تماشاچی تا بازیکناشون تحت فشار سر و صدا بتونن خودشون رو ارائه بدن، بازیکن‌ها در واقع تواناییشون رو نشون بدن، بازی تحت فشار رو انجام بدن. و حالا ما خوشبختانه به صورت زنده و عریان داریم این جمعیت مشتاق رو و نیازی به این مسئله نداریم، چرا چون مسابقات جهانی قطعاً و گوانجو تحت فشار تماشاگران تیم‌ها خواهیم بود. بنابراین ما این گزینه میتونه برای ما بهترین باشه که در شهر ارومیه بازی‌ها انجام گرفت تا با تماشاگران خونگرم آذری تیم ما کارش دنبال بکنه. خب تیم ایران در سطح پنجم در سمت راست، هند در سمت چپ، ظاهراً در وضعیت الان شاهد و ناظرید برگه ارنجی که مربی تیم هند داده دارای اشکاله. میاد با داور دوم صحبت میکنه، آب از ژاپن، اونم داره جیب خودشو بررسی میکنه حالا ارنج کجا جا گذاشته. خب حالا ارنج میگیره از منشی. ظاهرا به این گونه بوده که ارنج ست چهارم رو داشت ارائه میداد به تیم هند که مربی هندی میاد بهش میگه بابا اون ارنج ست چهارم بود، پنجم کجا جا گذاشتی؟ تو جیبش گذاشته بوده. خب اشکال نداره. اتفاقا این مسئله رو باید دقت کنیم چون داورای دوم احساسشونه که ارنج در تیم ها تغییری نمیکنه، ارنج اولو میگن و بقیه ارنج رو در جیبشون میذارن. به هر حال این هم یه صحنه بود که حتی داوران در این سطح هم مرتکب این اشتباه میشن. توپ در اختیار تیم هند، علیزاده رو میبینید بازیکن آزاد ما، دریافت در زمین ایران، یک ضربه از منطقه 6، اولین آبشار، اولین پوان برای تیم ما توسط نظری افشار. آبشارش در منطقه 5 زمین تیم هند میخوابه. معروف دریافت در زمین هند، پاس کوتاه، 1-1 دو تیم برابر میشن.
سینگ صبح این افشار رو میزنه. ببینید بلا فاصله میاد با یک گام پاس روی سر میگیره. افشار رو میبینید سرویس زده میشه. دریافت از علیزاده، پاس کوتاه بلا فاصله همون نقشه و تدبیر در خط حمله ما این بار توسط نادی به کار گرفته میشه. همچنان آرش کشاورزی در این ست هم همراهی میکنه و چقدر خوبه بازیکنانی که جزء بازیکنان ذخیره هستن انقدر با اعتماد به نفس و کارهای بالا وارد زمین بشن که این اعتماد به مربی بودن در هر وضعیتی میتونن کمک بکنن. یک ضربه از منطقه 2 علیزاده توپ رو میگیره. محمد کاظم حمایت از اون به خوبی صورت میگیره. حالا پاس کوتاه برای نادی که همون شماره 9 سینگ صبح. قد قوارش هم بهتون بگم که 2 متر و 6 سانتی متره در مقابل نادی که 2 متره این دفاع رو انجام میده. 2 تیم برابرن. صبح شروع کننده بازی، همه چیز در تابلو. 2 ست رو ما بردیم، 2 ست رو هند، 2 پوان ما به دست آوردیم، 2 امتیاز هندیا. حالا پاس کوتاه نادی این بار میاد از ارتفاع بالای دست مدافع مستقیمش. ببینید صحنه چگونه اتفاق میفته. آبشار میزنه کاملا از روی دست مدافع. انقدر سرعت توپ زیاد هست که جابجایی دفاع عقب زمین هند برای دریافت این توپ به جایی نمیرسه. نادی دریافت از زمین هند، پاس کوتاه، دریافت خوب از دفاع عقب زمین ما. معروف جالبه بدونید در منطقه 1 زمین ما معروف دریافت رو انجام میده و در منطقه 5 علیزاده، زمانی که در واقع توپ گیریا به این صورته، چون دریافت اول رو معروف باید پاس بده. 3 امتیاز 2 تیم برابر. ست پنجم دریافتی به خوبی انجام میگیره. افشار دفاع عقب زمین هند توپ رو میگیره. حالا پاس کوتاه، کار خوب پاسورر دیدید، یه جهش میکنه شماره 16 اکرا. حرکت رو ببینید، جهشش باعث شد که افشار باش بپره و همون زمانی که اون افشار داره پایین میاد از همون منطقه به توپ ضربه زده شد. تقاضای وقت استراحت میشه برای تیم ما. وضعیت همچنان برای 2 تیم میتونیم بگیم حساس و بازی خوبی رو به واقع در ست دوم تیم ما، در ست چهارم تیم ما ارائه داد، به خصوص در دفاع عقب زمین. چیزی که سالها ما به دنبال این بودیم که دفاع عقب زمین در توپگیری‌ها باید نقش آفرینی کنه، فعال باشه، کمک کنه، که حالا می‌بینیم در بازی‌های تحت فشار به خوبی قادر به اجرای این نقشه و تدبیر هست. 2 تیم به زمین بر میگردن. ست پنجم این دیدار.